در مدینه نازل شدند. پیامبر نازنین ما 13 سال در مکه بود. یعنی از سال اگر 40 سالگی پیامبر شده باشد تا 53 سالگی حضرت در مکه بودند. بعد از 53 سالگی هجرت کردند مدینه. 10 سال دیگر در مدینه ماندند. جمع بعثت پیامبریش گویم برادرها 23 سال بود و جمع با 40 دیگر 63 سال حضرت عمر دیدند. یعنی سوره ها در مکه و در مدینه نازل شدند. در دو مکانی که حضرت برای خود یعنی جای زیست انتخاب کرده بود سوره ها اونجا نازل میشه. از آن جمله همین سوره فیل در مکه مکرمه نازل شده است. برادرای عزیز، این حادثه فیل حادثه هست برادرای عزیز که پیامبر نازنین ما 50 یا 55 روز پیش از همین حادثه، این سال 571 بعد میلادی بگیم 571 میلادی، همین حادثه تخریب کعبه، چپه کردن کعبه از جانب او وقتی نقشه را کشید، اون سال 571 بود، سالی که وی برای تخریب یا خراب کردن کعبه آمد و پیامبر 50 یا 55 روز پیش با گفت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب رحیق المختوم میگه 55 روز پیش از همین حادثه پیامبر تولد شدگی. یعنی او را برادرای عزیز یعنی عام الفیل میگن، سال فیل. که که در مکه یگان مسئله و مثال پیش میوردن میگفتن یک سال پیش ای سال فیل بود یا یک سال بعدی فیل بود. حادثه فیل همه مردم قریش مکه همه میدونستند. تصور کنید که 55 روز پیش از همین واقعه برادرها پیامبر نازنین تولد شدگیه. الان میایم به سری معناهای همین سوره. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. خداوند بی اگرچه اینجا در مخاطب محمد ای صلی الله علیه و سلم، الم تر به معنای مخاطبش اشاره به سوی محمد صلی الله علیه و سلم. خدا گفت که الم تر، آیا ندیدی؟ آیا ندیدی؟ اگرچه مخاطب محمد هم باشه برادرها، لیکن عامه این برای تمام عالم ای که شما آیا ندیدین که پروردگار شما با فیلها، با لشکر ابرهه خدای شما چی معامله کرد؟ آیا ندیدین؟ یعنی یک هشدار دادن که من همون خدای هستم که این قدرت دارم. این هشدار دادن از روز همین واقعه تا قیامت که من همین قدرت دارم که خانه کعبه را برای حفظش دیدین که من چیکار کردم. ولی میبینیم چیکار کرده الله. آیا ندیدی ای محمد که الله تو با اصحاب فیل و کسانی که فیل ها را آوردن چی ها کرد؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. اینجا کید به معنای دسیسه برادرای عزیز، به معنای دسیسه، به معنای نقشه، به معنای نیرنگ. الله میگه که آیا ندیدین که آن نقشه ها و دسیسه هایی را که ابرهه کشیدگی بود، این پادشاه یمن کشیده بود، آیا ندیدین که من در برابر نقشه های کشیدگیش او را چگونه خارش کردم؟ اینها چکار کردن پرنده ها؟ ترمیهم به حجارت من سجیل. سجیل گفته سنگ پخته را میگن، سنگ که
ҳамита ё сангҳо аз оташи ҷаҳаннам омаги буданд. ин паррандаҳо бародаро дар нӯлҳошон якта, дар поҳо яктаи сета бигем, ҳар кадомаш се дона аз нахудда майдатарак инҳо омаданд ва чикор карданд? Тармиҳим биҳиҷорати мин сиҷҷил. инҳо мақсад ҳамун лашкарҳои абраҳара тирборон карданд. фаҷъалаҳум каасфин маъкул. худо мегӯяд ки вақте ки ин тирҳо сар дода мешид, дар бадани кадоми инҳо мезад, мисли каҳера ки ё алафера ки ҳайвон мехӯраду пас мегардонаш, чӣ қадар бо оби даҳанаш ҳамита олудаи хеле як ҳолати ҳамита бинандара бисёр нороҳат мекунад, ҳамун санг ки нафаре буд бародарони азиз ва гиромӣ ба номи абраҳаи ибни сабоҳ. ира абраҳаи ашрама мегӯянд. ин кас бародаро дар яман аслан ин ана подшоҳи бигем подшоҳи яман аз тарафи наҷошӣ интихоб шудагӣ буд. наҷошӣ бародаро шумо медонед ки ин дар ҳамон ҳабашаш, ҳабашистон мегем ё ҳабашӣ мегем, ҳамин ҳабашӣ ва ҳабашистонаш ҳамин эфиопия, яъне эфиопия ҳозира, ҳамин эфиопия. анака аз ҳамон тараф ин ки ин абраҳа лаънатуллоҳи алай аз тарафи ҳамон подшоҳи яман интихоб шуд. вақте ки бародарои азиз медидам ки бисёр мардум ҳама майл завқ ба сӯи хонаи каъба доранд, аз яману аз тамоми минтақа меомаданд, каъбара ки барои зиёрат меомаданд, ин абраҳа мисли ҳамин каъбае ки дар макка буд, дар ҳамон шаҳри санъо гуфтагӣ, ана ҳамон ҷо як каъба сохт. як каъба сохту дар дилаш ҳамира гузарон ки ман бояд мардума ҷалбу майлша аз ӯ ҷо бигирам ва ӯвора мақсад биёрам ба тарафи ҳамин санъо, ба тарафи ҳамин яман, ҳамун тавофу ҳамун ибодата инҷа кунам. дар ҳамин мақсад буд ин одам, дар ҳамин майл ҳамин одам буд. вақте ки ҳамин мақсадша ва ҳамин майлша дар байни мардум гуфтан гирифт, баъд ошиқои хонаи каъбаам дар он замон буданд. баъд як нафар гуфти хеле одами аблаҳай, ин намедонад ки ин каъбара мақсад соҳибаш аллоҳаю ин ба дасти иброҳиму ҷабраилу исмоилу бо инҳо сохта шудааст. ин наметавонад мардума аз унҷа инҷа биёрад. ба ҳамин хотир мегӯям бисёр ғазабнок шуду рафт ҳамон каъбаеро ки ҳамин абраҳа сохтагӣ буд, мегӯяд хеле ҳамин гӯем ҳар гуна навъҳои лою хошоку наҷосату ҳар чиро гирифт овард, деволҳову даруноша ҳамита олуда кард. вақте абраҳа мегӯяд ин ҳолат омад дид, барои ӯ мақсад аллакай як раҳи мақсад биромадану хароб кардани каъба шид. ҳамонро баҳона кард ки ина вақте ки мо мақсад ҳамин мақсада гузоштем, ина омаданд мақсад ина ҷои сохтаи моро бинем ки ба чӣ аҳвол андохтанд. анаки ман дар ивази ин дар ҳаққи шумо чӣ мекунам гуфта, шумо тамошо кунед гуфтанд. баъдан бародарои азиз шумо тамошо кунед гуфтанд. баъдан бародарои азиз ва гиромӣ, абраҳа 60,000 аскар 60,000 аскара мегираву бо 13 фил. филҳои буд бародарои азиз чунон таълим додагӣ буд ки мисли ҳамин танкаҳои имрӯзаворӣ ҳамин рост мерафт, чапа када рафтан мегирифт. ва яке аз ҳамон филҳо бародарои азиз ки пеша мекашид ба номи маҳмуд буд, фили маҳмудӣ. ҳамон раҳбару лашкари калонаш бигем ҳамун буд. ино омаданд бародарои азиз ва гиромӣ дар яке аз маконҳоро
مکانهای محصر میگن. این بین مزدلفه و بین مینا های. همینجا آمدن برادرای عزیز. اول پیشتر از این جای را به نام مغمس میگن. در اینجا آمدن همه را از سر فراوردن، لباس ها را ساز کردن، همه مجهز، همه تیار. اینا فکر کردن که ما از رویم اگر خانه کعبه را چپه کنیم، مردم اونجا مقابل ما بلند می شود، ما باید تیاری ما باشد. اینجا تیاریشون دیدن و آمدن اکو خسته آمدن به طرف خانه کعبه دا نزدیک شدن. در بین مزدلفه و مینا دا که همو اسب محمودی برادرای عزیز به زانو زد. زانو قطعی خواب کرد. فیل خواب کرد، در زمین خواب کرد. هر چند که میزننش که بخیز نمیخیزد. طرف یمن میگرداننش، طرف یمن در حرکت میکنن. طرف کعبه میگرداننش، به زانو میزنن نمیروه. برادر عزیز، حضرت مولوی یک مصرع داره: رسول را استونی حنانه بشناخت، ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. پیامبر اون وقتی ای بالا یک کنده خرما ده که موعظه میکرد مردم ده و خطبه میخوان، وقتی منبره که نوش کردن حضرت گفتن بیا بالای منبری نو ده، بالای منبر که برآمد کنده خرما یک چوب بود گریه کرد. بین اهل مسجد میگه به خدای مهربان قسم نالش رنگ ناله کودک بود. میگه ما بر عیان میشنیدیم که همو کنده بی جان بی عقل مکلف نبودگی گریه دارد از فراق پیغمبر که تا دی روزه بالای من میبرامد، تمام دیگر امروز بالای من برای این ترک شد و منبری نوش کردن. میگه حتی پیغمبر گرامی آمده بالاش هم تا دستش گذاشته در بالای کنده، گفت وقتی دستش گذاشت گفت خاموش باش. میگه از گریه باز ماند. اصحاب پیامبر میگه اگر به خدا قسم پیامبر همین را دستش نمیماند و نمیگفت که خاموش باش، اصحاب پیامبر میگه اگر به خدا قسم پیامبر همین را دستش نمیماند و نمیگفت که خاموش باش، تا روز قیامت همین کنده گریه میکرد. بین یک کنده برادر عزیز پیامبر همین شناسد. لیکن ابوجهل آدمی و دشمنی ساخت. ابوجهل آدم بود و نشناخت. شما بینید برادرای عزیز که فیل فهمید، فیل درک کرد که او خانه کعبه، او را آفریدگار و بگیم محافظش الله های، اونجا من حقی پیش رفتن ندارم. لیکن ابرهه آدم ایو ولی نمیشناسه، عقلش نمیگیره. همین زمان بود برادران عزیز که وقتی فیل نمیخیست که پرنده های پیدا شدن. پرنده ها برادران عزیز در تفسیرها میگه از طرف کرسنی ماره میگیم بحر سرخ. بحر سرخ برادران عزیز شما بدونید که بحر سرخ یک قسمش این طرف در سعودیه، عراق جدا میشانه، خب این طرف ایران، پاکستان، افغانستان و همینجا گرانیت بگیم تا همین مثال چی بحر سرخ جدا کرده. این طرفش دیگه سودان، افریقا، نیگریا، یگیپت، این همین بگیم مصر، همین دو تقسیم شدگی. همین کرسنی ماره را برادر عزیز در تاریخش میگه 438,000 کیلومتر کوادراتی است. چقریش میگن 490 متر. از طرف همین بحر میگه پیدا شد همین پرنده ها. خدا رحمت کنه. مفسرای ما را بعضیش میگه رنگش سبز بود، نولهای دراز داشتن. بعضیش میگه نه، بعضی میگه رنگی پرستو بود، رنگ می فلاشتریک میگیم خدمان، رنگ هم اینها بود میگه. کمتر جوسهش میگه بزرگترک بود، سیاه بود میگه. در دهن هر کدامشون برادر عزیز یک دانه ای نسک ده کمتر بالاترک.
لیکن از نخود майда بود. 50 شوندم یکتایی. صاحب انوارالقرآن برادر از میگه که در هر یک دانه سنگ نامهای اسکران ایسوندگی بود. همون اسکرهایی که آمدن برای خراب کردن خانه کعبه همونا بود. ولی برادر عزیز پیش از آنی که مقصد او پیدا شوند میگه همین ابرهه وقتی که در همین نزدیک خانه کعبه آمد، همون جای مغمسه که میگیم، میگه در حال نماینده شرایط کرد که در همین نزدیکی ها چی حیوانایی که دارن حیوانو را بیارید. با یک نامه هم داد که من قطعیش یک محاکمه کنم که من مقصد ما بگم که چی میگه. آمدن اون وقت برادر عزیز رهبر قریشی ها بابای پیامبر من بود، عبدالمطلب. این بدبخت ابرهه 200 تا شتر همین عبدالمطلب هم در حالت همون غصب کردن گرفته بود. این آوازه به گوش ابرهه هم رفت. وقتی برادر عزیز به گوش ابرهه رفت، میگه این زمان بود، میگه که عبدالمطلب میگه رسید. وقتی که رسید، ابرهه برادر عزیز و گرامی از همون جای بلندی که داشت میگه نشستگی بود و اصلا بسیار همین بلندی در می نشستن. میگه وقتی که از اونجا که نشسته بود، میگه گفتن نماینده قریشی ها همین رهبر پایان آمد. میگه آمد پیششون نشست و فکر کرد که اگر ممکن البته یگان پیشنهاد دارن یا مقصدشون یگان جنگ کردن ای. گفت چیزی من خواندی؟ نامه گفت خواندم. گفت نقشه مرا فهمیدی که چی است؟ گفت فهمیدم. گفت چی میگوی در ای باب؟ گفت انا من برای 200 شترم آمدگیم، 200 شتری من همین از کرات گرفتگیم. میگه بینیهایت ابرهه غضبناک شید. گفت من فکر کردم تو خیلی آدم جدی، من فکر کردم تو برای خانه کعبه یکم پیشنهاد میکنی که اینی قدر برای شما برای همین 200 شترم. او خانه کعبه را میگه به خودش محافظ داره، او به خودش رهبر داره که او الله هست، او خودش نگاش میکنه. خلاص برادر عزیز شترای را رها کرد و آمد مقصد نزد همون موضعی که گفتم. دیگر شتر به زانو زد، پیش نرفت. همین زمان بود که پرنده ها پیدا شدن. پرنده ها پیدا شدن برادر و چنان میگه همون سنگ ها، ولی همین سجیل برادر عزیز در نابود کردن قوم لوط هم آمدگی در قرآن. وقتی که خداوند همه قوم لوط هم تا برداشت و چپشون کرد، از بالاشون انامین سجیل ریختگی است. این سجیلش برادر عزیز وقتی همون سنگ می آمده است میزده است این سوراخ میکنه. سوراخ میکنه از کجایی که باشد همون سوراخ میکنه میگذره. یعنی چقدر مقصد همون نفرهایی را که اگر همون سنگ میریزد در تنش میزند، همون را تنش از سوراخ کرده یگان جای مقصد دیگر آباد شده میمانه. یک قسمتش میگریزن، وقتی میبینن حالت میگریزن. از آن جمله همین ابرهه هم در همون جا یردار میشود. در همون جا هم یردار میشود. آمده به تا یمن رسیدن برادر عزیز که همون سنگی که در بدنش رسیدگی است، میگه چنان تنش خورد همون سنگ که حتی مردم میگن که نگاه میکرد پوستی بالای قلبش نبود دیگر، حتی دلش هم دیدن. بسیار به یک حالی بده، بسیار به یک حالی خاریه که در نقشه ها و دسیسه هاشون چگونه ذلیل خارشون کرده. و ارسل علیهم طیرا ابابیل. اینها را بین 60,000 لشکر را الله مهربان از قوای بزرگ استفاده نکرد. ایا پرنده اصلا بگیریم برادران در تاریخ همین آدمایی که مغرور بودن و همین آدمایی که مقصد دایم گردن کشی میکردن، خداوند فقط از بگیم همون لشکر یا سربازی بسیار خرد استفاده میکرد. از اون جمله نمرود.
اینم نمرود در دوره حضرت ابراهیم بود. ببین همون وقتی که آتش افروخته کرد حضرت ابراهیم در درون آتش خواست پرتافت. لیکن وقتی ابراهیم میگه آمد گفت الله را عبادت کن، گفت همین از دست الله تو چی میاد؟ همین نمرود گفتش. بعد گفت که خدای من گفت میمیرانه و زنده میکنه. یکی از قدرتاش گفت همیه میمیرانه و زنده میکنه. ای گفت خیلی گپی نه. همون دو پاسبان شو اینجا بیه هر دوش آمدن. همین چه در پیش حضرت ابراهیم کشت. گفت اینه ایشا کشتم، اینه ایشا میتونم بکشم. یکی گفت اینه زندهش نگه دارم. اینه کشتن و زنده اینه گفت در پیشه. او آدم غرور را بیننده برادره. بعد از آن گفت الله من گفت تو همین گفت این ای دستت نمیه. میگه مغرور شید، بسیار غضبناک شید. گفت بسیار غضبناک شده باشی، همین نفر را که حاضر کشتی کو همین را زنده کن، همین را زنده کن کو ای دستت نمیه. چارکتاب میگه سوی آن خصمی که تیر انداختی پشه کارش کفایت ساختی. همین نمرود هم میگه همینجا الله مهربان غضبش آمد و یک پشک آمد در بنیش در آمد. یک پشه همین آدمی که یک خود ملک داشت، یک عسکری به حد بزرگ داشت، یک پشه آمد در دماغش در آمد. میگه همین قدر همین میگه در نیروی همین نمرود بازی میکرد که میدانین که علاجش چی بود. علاجش نمی پهلوان همون زمان همین یک تا در بنیش میزد درد میموند. اگر تو نمیزدی درد نمیمونده. و دوره سویتی اگر یاد داشته باشید تولیزرا بود. تولیزرا بعدم یکی یکون چیز گم میشید تولیزرا یک کمی زدی و ایشون میداد. ما هم تری از تلویزیون کونه داشتیم همین یک تاش میزدیم با ایشون میداد. وقتا کم یکون دیودکش بود چی بود نمیفهمیدیم دیگه. قزیکی همون چیزی بود تماشا میکن. همین نمرود هم عیناً همون شید. میگم پهلوان میگه اخیر دیگه بعد دست پهلوان نمیشید. میگه گرفتن آوردن، میگه یک بالغه رو آوردن. همین قطعی که همین یک تاش میزدن درد میستاد. الله را ببینید برادرای عزیز، خار کردن رو ببینید، شرمنده کردن رو ببینید. اخیر میگه درد سختی بچید، یک تا زدن نمیستاد، دو تا زدن. بعد اخیر که زدنش با همین دیگه همه رو پوش همش میگه دیگه رش شد، با همون خونشار شد. بگیم که به همون درد به همون احوال مرد رفت. ببینیم در برابر هر یک همی آدمای مغرور خدا ای کدام راه استفاده میبره. حتی قواهای بزرگی خدا که در قرآن میگه علم یعلم جنود ربک الا هو هست، یعنی لشکرهای خدای مهربان شما نمیدانین عدد چه. حتی ملائکه را بر سر اینا نمیفرستاد. یک پشه اونش در پرنده. ولی ببین قوم فرعون دا چی روی کرد. ولی سوره اعراف ببینین آیت 30 یا 33 با قوم فرعون وقتی که اطاعت نکردن خداوند میگه من به سر اینها را روان کردم. برادرای عزیز شپوش قرآن دا میگه سوره اعراف آیت 133 را بینید میگه شپوش روان کردم، به سر اینها را کیک روان کردم، به سر اینها را زفدع به معنای قرباقه روان کردم. با همین ها مقصد برادرای عزیز همونها را مقصد چیکار میکرد؟ اونها را مورد عذاب و شکنجه قرار میداد. و خودی برادرای عزیز دشمن پیامبرمون ابولهب ببینید، این امک پیامبر بود، لیکن یکی دشمنای سرسخت پیامبرمون بود. چی؟ وقتی همین قد دشمنی کرد، برادرها دشمنی کرد، اخیر آورد خدای مهربان در درد طاعون گرفتارش کرد. این همی حاضر بیماری که ما میگیم کو همین درد در ابولهب پیدا شد. ببینین چنان دردی بود میگه که فشارش بلند میشید، خوردگیش هم میپرتافت،
بعد در تنش همینطور اولا برومد دیگه. در همون خانه که ابولهب خواب بود برادر عزیز، دیگه حتی فرزنداش هم داخل نمیشید. طبیبا گفتن اگر کسی به این نزدیک شوید کسل گذرنده. به همین خاطر گفت هیچ کس به این نزدیک نشین. برادران میدونیم بعد اینا چی خیلی گرانیدن. اخیر نشد در اون بو گرفت. مردم اومدن گفتن ای بچه‌هاش گفتن نخواه شما همین قدر حقاً از همینجا بگیرین همین را و بوی همین ما را مقصد آزار میته. رفتم بیرون ای شهر برادرای عزیز جا کندن. میگه از دور ایستاده چلیکی ها زیر همین بیماری ها زیر را میگن 1.5 متر 2 متر. میگه از دور ایستاده چلیکی ها زیر همین بیماری ها زیر را میگن 1.5 متر 2 متر. از دور ایستاده برادرای عزیز با سر همین چوب ها قطعی هم خیلی تیله کرده برده در درون یا چقری پختاش. زین لحاظ ایو برادرای عزیز ولی گفتم هر یک قصه هایی که در قرآن میان یک عبرت داره، یک درس داره. خدا رحمت کنه حضرت مولانا را جلال الدین رومی را میگه شمع حق رائف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گندپوز. شمع حق رائف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گندپوز. کی شود دریا زی پوزی سگ نجس، کی شود خورشید عزیفی منتمس. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف بر رویت باز گردد بشکه، توف سوی گردون ندارد مسلکه. هر کسی چی معامله کرد برادرای عزیز همون توفی کردگی جای قپیش نداره. نگه با گشته در بالا و روی خود چان زدگی. بر همین این قصه را من برادرای عزیز اکو خاطری که ما و شما در اینجا دعوت شدیم و از این قصه ها عبرتش این است که یکم که این در 55 روز حادثه پیش از تولد پیامبر شده بوده است. پس با مردم مکه هشدار داد که اگر شما چخیلی که ابرهه خواست کعبه را چپه کنه خودش چپه شید و چه آفت به سرش آمد، اگر شما هم اراده کنین که محمد میکشین مثل قومی هم ابرهه نابودتان میکنه. این میگه یک گوشزد بود برای اونها. دیگر میگه درسش همین بود که در همینجا میگه نفرهایی که غرور دارن، نفرهایی که میگه بسیار تابع هوا و هوس خودشانند و در نزد خودشان بسیار بزرگ می نمایند. میگه این قصه ها میگه برای اونها درسه که دانین که الله مهربان خب در عوض انامین خصلت های رذیله شما با شما خیلی مناسبت میکنه. این میگه درساش همین است تا که مردم مثال از همینا دانن که همین هایی که همین راه را و همین عقیده را پیشه کردن با چی روزای بدی رسیدن. از الله مهربان خواهش میکنیم که خدای مهربان خاتمه کار هممون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه دارد. خیر و احسان هایی که در این خاندان شده است خداوند به درگاهش مقبول نگه دارد.